درود دوستان عزیزم، به مدرسه زبان آلفرا خوش اومدین. توی این ویدیو در ادامه ویدیو قبلی از ویدیوهای جمله سازی قراره طبق معمول ما لغت‌های جدید یاد بگیریم، جملات ساده رو با هم تمرین کنیم و استراتژی این ویدیو این شکلی هستش که ما توی هر ویدیو تقریباً بیشتر از 20 لغت جدید یاد میگیریم و توی ویدیوهای بعدی لغت‌های قبلی رو هی تکرار میکنیم که ملکه ذهنمون بشه و به این ترتیب وقتی که هر ویدیو تموم شد ما آماده ویدیو بعدی هم میشیم و لغت‌های جدیدتری هم یاد میگیریم و اونا رو میتونیم استفاده کنیم ازش، در مورد خودمون پرزنتیشن بدیم، خودمون معرفی کنیم از طریق تقلید و الگو برداری از این جمله‌هایی که توی این ویدیوها یاد میگیریم. ما پله پله میریم جلو. از همه مهمتر این که توی این چند ویدیو که قرار سریال بشن پشت هم، ما لابلاش ضمایر فاعلی، فعل و صفت ملکی رو هم یاد میگیریم. یعنی همش رو ازش استفاده میکنیم و هی تکرار میکنیم و خود به خود میره توی ذهنمون. این تکنیکی که ما برای این سری ویدیوها طراحی کردیم و بعد از اینکه شما این ویدیوها دیدین آماده میشید برای ویدیوهای بعدی و گرامرهای بالاتر و خوندن ریدینگ و درک مطلب. پس بچه‌هایی که الفبا تمام کردن و روی جمله سازی کار میکنن بدونید که این ویدیوها خیلی مهم هست برای اینکه ریشه زبان شما رو قوی کنه. بریم جلوتر. فراموش نکنید که خیلی خوبه این ویدیوها رو به ترتیب و با تکرار زیاد ببینید. دوستانی که فکر میکنن براشون سنگینه و ویدیوها سریع پشت هم میاد باید بدونن که چون مخاطبای ما از طبقات مختلف زبانی هستن و سنین مختلف هم دارن، به خاطر همین شما باید در این مورد خودتون برنامه‌ریزی کنید و ببینید که کی مناسب شما هست و اونطوری پیش برید. اینم بدونید که اگر خیلی آهسته پیش برین ممکنه که سرد بشین. در واقع این تمپو ضربه باید باشه، اون شدتش نسبتاً بالا باید باشه، نباید خیلی فروکش کنه. به خاطر همین نباید خیلی هم پایین بیاد، نه اینکه خیلی هم بالا بره که زده بشین. خودتون باید ببینید کجا مناسبتونه، از همونجا شروع کنید. خب بچه‌ها بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم سر ریدینگ جدیدمون و جملات جدیدمون. به این جدول نگاه کنید بچه‌ها. جدول اول جای فاعل، بعد فعل، بعدم بقیه جمله. این جدول به این شکله که تو هر ردیف یک جمله نوشته میشه. من فقط اون رو تقسیم کردم. دفعه قبل این شکلی نبود. من جمله رو یک سره براتون می‌ذارم. حالا این جدول رو من طوری طراحی کردم که جمله رو خود به خود به 3 قسمت تقسیم می‌کنم و راحت‌تر میتونیم تشخیص بدیم. جمله اول نگاه کنید. این کلمه شاید براتون آشنا باشه. دفعه قبل خوندیمش. This یعنی این. This یعنی این. این this در واقع ضمیر هست، یعنی جای اون شیء یا شخصی که ما داریم نشون میدیم میاد. خب مثلا ما داریم به این دختر اشاره میکنیم، کلمه this ضمیر اشاره هست. ما داریم به چیزی یا شخصی اشاره میکنیم ولی جنسیت یا ضمیر فاعلیش رو استفاده نمی کنیم. ضمیر اشاره رو استفاده می کنیم که اینجا تو جایگاه فاعل قرار گرفته. This یعنی این is a girl. is همونطور که می‌بینید فعل هست، بنفش هم هست. پس is فعل هست. A girl در واقع یک به معنی یک، یه دونه. Girl یعنی دختر. This is a girl. این هست یک دختر. خب حالا her name یعنی چی؟ توی ویدیوهای قبلی ما دیدیم که برای هی ضمیر his می آوردیم. مثلا می گفتیم آلفرا، بعد می گفتیم his cat. درسته؟ حالا اینجا این دختر this girl به جاش شده چی؟ her name یعنی نام او. تو ویدیو قبلی گفتیم چه؟ مثلا همون نامش، اون اش آخر نام
میشه چی؟ میشه صفت ملکی. اینجا در واقع صفت ملکیه. یعنی چی؟ یعنی نام رو نسبت میده به این دختر. حالا چون دختره ما باید her بیاریم. توی ویدیوهای قبلی پسر آلفرا که بود به جاش his آوردیم. اینجا این دختره ما به جاش her میاریم. his her. پس چون دختره میشه her. Her name is Mary. اسم او، اسم name میشه اسم، نام. نام او یا اسم او یا اسمش هست، is میشه هست، Mary هم که خب Mary. پس این یک دختره، اسم او هست Mary. Her name، اسمش. حالا بعدی She is 30 years old. She is 30 years old. یعنی او، دوباره اینجا چی شد؟ بازم جاش ضمیر اومد. اما دفعه قبلی ضمیر از صفت ملکی استفاده شد، ولی اینجا از ضمیر فاعلی استفاده شد. یعنی گروهش با هم فرق داره، ولی هر دوتاش اشاره به این دختر میکنه. اولیه که هر صفت ملکیه، نسبت میشه چیزی رو به این دختر خانم، ولی دومی در واقع به جای اسمش اومده. به جای اینکه بگیم Mary is 30 years old گفتیم she is 30 years old. She is 30 years old یعنی چی؟ او 30 سالش هست. 30 سالش هست. درسته؟ خب توی ویدیو قبلی هم گفتم years old زمانیه که ما میخوایم وقتی بگیم که مثلا فلانی چند سالشه، این years old رو باید کنار اون عددی که سنشه بگیم. یعنی باید اول عدد رو بگیم، مثلا بگیم 20 years old, 30 years old, 40 years old. این شکلی میشه 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله. یادتون نره. چون شما باید در مورد خودتون صحبت کنید دیگه، مثلا بگین که چند سالتون. پس یادتون نره که بر اسپیکینگ اینا رو باید حفظ کنید. بعدی دوباره نگاه کنید she اومد. درسته؟ بازم ضمیر فاعلی. یعنی چی؟ یعنی she به جای Mary اومد. به جایی که بگیم Mary studies میگیم she studies. هم کار رو راحت‌تر و هم زیباتر میکنه، ولی یاد میگیریم که نقشش با مری هر دو یکی، هر دو فاعلن. هر دو تو نقش فاعل قرار گرفتن. یادتونه دیگه فاعل میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه، یا عبارت باشه، طولانی باشه، ضمیر باشه، اسم باشه. همه اینا میتونه فاعل باشه. حالا اینجا فاعل sheه. She studies English. She studies English. او انگلیسی میخونه. برعکس ما دیگه، ما فعل آخر میاریم، اینا فعل بعد از فاعل میارن تو زبان انگلیسی. او میخونه انگلیسی. حالا اینجا یه مسئله هست. ببینید خود کلمه study یعنی فعل استدی آخرش با وای، یعنی S-T-U-D-Y. ولی اینجا شده studies و من اسم قرمز کردم. یعنی چی؟ یعنی که این استدی خب که فعل درس خوندن هست و با وای نوشته میشه آخرش، وقتی میخواد تبدیل بشه به فعل مفرد غایب، یعنی کننده کار که مری هست، فاعل که مری یا همون شی هست، در واقع تو جمع ما حضور نداره، ما داریم در موردش صحبت میکنیم. خب یعنی من گویندم، شما شنونده ای، مری اونجاست و داره در موردش صحبت میشه. برای اون شخص همونطور که قبلا هم گفتم فعل باید به شکل مفرد غایب بیاد، یعنی بهش یک اس سوم شخص میچسبه. من توی این ویدیوها سعی میکنم همیشه این اس قرمز رنگ رو بیارم، یعنی این اس رو قرمز رنگ کنم، متمایزش کنم با رنگای دیگه که همیشه به شما یادآوری بشه که چرا اینجا اس اومده. خب یعنی این باعث میشه هی تکرار بشه این رنگ قرمز تو رنگای دیگه متفاوته و شما همش بهتون یادآوری میشه که بچه‌ها ببینین این فعل چیه؟ مفرد غائبه. یعنی اون کننده کارش در بین ما حضور نداره، اون برتر نشسته یا اصلا بیرون اتاقه. پس میشه او
درس میخواند یا مطالعه میکند. درسته؟ دیگه نمیشه میکنیم، میکنی، میکند، یعنی نیستش. She studies English. او انگلیسی میخونه. تو ترجمه ما دیگه نمیگیم او درس میخواند انگلیسی، نه، میگیم انگلیسی میخونه. خب یعنی مثلا میره دانشگاه، مدرسه، یه جایی، مشغول کلاس خصوصی، هرچی، مشغول به خوندن زبان انگلیسی. خب توی ویدیو حال ساده خیلی قشنگ توی اینا یاد بگیرید. من اینجا پیچیده‌اش نمی‌کنم، خیلی زبان ساده توی این ویدیو براتون توضیح میدم. حالا بعدی، She likes to speak English. دوباره اینجا she اومده بچه، درسته؟ یعنی باز ما به جای مری ضمیر فاعلی she رو آوردیم که به معنی همون مری هست. و اینجا likes که فعل دوست داشتنه، بازم ببینید اس قرمز اومده. یعنی چی؟ یعنی فعل اصلی like هست و این فعل برای فعلیه که فاعلش چیه؟ یه نفره و غایبه. likes. اگه من میخواستم بگم I، اینجا به جای she میشد I like، نمیشد I likes. غلطه I likes. she like هم غلطه. she likes، I like. she likes، he likes، I like، you like. اینجوریه. خب پس این اس قرمز رو همه جا یادتون باشه چرا میاد. To speak English. او دوست داره. تو اینجا بچه‌ها من تو وارد گرامرش نمیشم، خیلی براتون سنگین میشه، فقط به فارسی براتون میگم. To speak در واقع میتونیم بگیم او دوست داره صحبت کردن انگلیسی رو. To speak میتونیم اینجوری ترجمهش کنیم. To speak میشه صحبت کردن. او، she میشه او، likes میشه دوست دارد یا علاقه‌مند است به صحبت کردن. To speak صحبت کردن انگلیسی. او علاقه‌مند است به صحبت کردن انگلیسی. To speak English. او دوست دارد صحبت کردن انگلیسی رو. درسته؟ او دوست دارد صحبت کردن انگلیسی رو. To speak ما میتونیم صحبت کردن ترجمه کنیم. صحبت کردن، ببینید حالت مصدری میتونیم ترجمهش کنیم. او دوست دارد صحبت کردن انگلیسی رو یا او علاقه‌مند است صحبت کردن انگلیسی رو. خب حالا بعدی، She speaks English very well. او، she میشه او، اون خانم، مری او، اون دختر یا این دختر، همه اینا میشه. Speaks بازم اس قرمز، به جای speak شده speaks، اصلش بوده speak، برای مری میشه speaks English، زبان انگلیسی رو. چرا ای با ای بزرگ من؟ چون اسم خاص هست زبان انگلیسی. Very well. Very میشه خیلی، well میشه خوب. Very well. Very well میشه خیلی خوب. درسته؟ خب پس this is a girl. Her name is Mary. She's 30 years old. She studies English. She likes to speak English. She speaks English very well. حالا بقیهش جمله بعدی. Mary plays piano. Mary plays piano. play بچه تو زبان انگلیسی یه فعله که چند تا معنی داره. یکی از اون معنی ها نواختن آلات موسیقی. مثلا playing the guitar, playing the piano, playing the saxophone. ببین اینا براشون همه play میاد. هر وقت میخوایم بگیم که یه آلت موسیقی رو می نوازن میگیم که play. مثل بازی کردن میشه play، نواختن هم میشه play. هر دوتاش میشه play. شما یه CD یا یک نوار یا یک صوت رو هم play میکنید که بخونه. در واقع اینا همشون میشه play. حالا مری که همون فاعله، همون دختر خانومه اسمش مریه که جای فاعله. plays فعلش چیه؟ مینوازه. play فعل اصلیش بوده، اس سوم شخص ماده. plays
Mary plays. اگه اینجا I بود من بودم میشد I play. I play. Mary plays. پیانو می نوازه. Mary پیانو می نوازه. خب حالا بعدی. She has a piano. بازم چی؟ اول فاعل بعد فعل. اول فاعل بعد فعل. یادتون نره. اول فاعل بعد فعل. she یعنی چی؟ او. همون مری بالا. ضمیر فاعلیش میشه she. اون دختر. has. ببینین اینجا من has رو قرمز کردم ولی در واقع این اس اضافه نشده. جزء فعله. ولی بازم من اینو آوردم که یادآوری کنم بهتون که has یه فعلیه که برای غائب مفرد غائب اومده. اون شکلی اگر I باشه میشه have. جلوتر میبینیم. پس has و have 2 تا هستن. برای غائبا ما has میاریم. برای غیر غائبا ما have میاریم. پس غائبا has. غیر غائبا have. غائبایی که البته مفردن ها یعنی یه نفر. مفرد غائب has. بقیه همه have. مفرد غائب has. بقیه همه have. درست شد؟ پس این اس جدایی نیست. اس خود کلمه has به معنی دارد. She has یعنی او دارد. او دارد. A piano. یک پیانو. او دارد یک پیانو. پس او یک پیانو داره. اینجوری به زبون ما. او یک پیانو داره. خب بعدی. Her piano is beautiful. Her piano is beautiful. یعنی چی؟ ببینید اینجا تو اسلاید قبلی هم گفتیم این ضمیر هست ولی با این فرق داره. فرقش چیه؟ این ضمیر فاعلی بود. این صفت ملکیه. یعنی چی؟ پیانو رو به هر نسبت داده. گفته پیانو مال اون شیه مال هره. یعنی پیانوش، 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 پیانوی او همه اینا میشه. خب her piano. چون دختر بوده her شده. اگه پسر بود his piano میشد. اما چون دختره میشه her piano. خب که هر دوش با هم میشه عبارت فاعلی. پیانوی او یک عبارته که جای فاعل اومده. her piano is. فعل ما is. فعل to be. هست. beautiful. زیبا. پیانوی او زیباست. جمله بعدی. She loves her piano. باز اینجا ببینین همونای موارد قبلی تکرار شدن. She ضمیر فاعلیه به جای مری اومده. بچه من زیاد تکرار میکنم به خاطر اینکه میخوام وقتی شما این ویدیو دیدین کامل وقتی تموم شد کاملا تو ذهنتون همه ثبت شده باشه. یا وقتی چند بار میبینین اینقدر تکرار میشه چون زبان کلیدش تکراره. به خاطر من هی تکرار میکنم. She ضمیر فاعلیه جای مری اومده. اول جمله اومده چون فاعل. او کننده کاره. She او. loves دوست داره. چرا نگفتم دوست دارم؟ دوست دارد چون شیه دیگه درسته؟ پس دوست داره میخوام بگم باید چی؟ اسو بیارم. چرا؟ چون اون یه نفره. مفرد غائبه. loves. این یادتون نره. من دیدم کسایی که چندین ساله در انگلیسی رو همین شکلی یاد گرفتن خودشون اصلا حالا مدرسه اینا نرفتن. تو بازی، تو ویدیوهای یوتیوب همه چی. نمیدونن. بعد اصلا همینجوری برای همه فعل و ساده میارن. اصلا اس نمیارن. فعل و گذشته نمیکنن. خب خیلی بده دیگه شما چند سال صحبت میکنید و همینجوری فقط فعل و ساده میارید. یعنی یه اس مفرد غائب که ساده ترین چیز هست و رعایت نمیکنن. این خیلی مهمه. من از این بعد تو همه این ویدیوهایی که دارم بهتون یاد میدم این اسو قرمز میکنم. انقدر این کار تکرار میکنم تا کامل بره توی ذهنتون و اگه یکی این اسو نیاره براتون عجیب باشه و سریع بگه ای داره غلط حرف میزنه. پس she loves غلطه. she loves her piano. درسته؟ her piano. پیانویش. پیانوش. پیانوی او. همه اینا میشه.
ولی توی ترجمه این جمله اینجوری میشه: اون پیانوشو دوست داره یا او عاشق پیانوشه. او عاشق پیانوشه. درسته؟ او دوست دارد پیانویش را. هر دوباره چی شد؟ صفت ملکی. پیانو یه او. یه وقت نیاین که اینو جای فاعل بیارین اینجا بذارین تنهایی her loves. نه این غلطه. بعدی I like when she plays. ببین خب خوب شد دیگه، اینجا فاعل عوض شد. من اونجا گفته بودم که I بیاد فرق داره، مثلا میشه love s نمیگیره. حالا اینجا شما میتونین ببینین I اومد دیگه likes نشد، شد like. I like من دوست دارم، خوشم میاد. I like من میشه I like میشه چی؟ خوشم میاد، دوست دارم. I like when وقتی که میشه یکی از معانیش وقتی که she plays او می نوازد. ببین اینجا like اس نگرفت، اینجا play اس قرمز رو گذاشتیم براش گرفت. چرا؟ چون اینجا فاعل I بود، اینجا فاعل sheه. این دوتا تغییر باعث میشه که فعل اینجا اس بگیره. I like she plays. She plays. I like when she plays. من خوشم میاد وقتی که او می نوازه. تمام. I like. دوباره ببینید از اس خبری نیست. در حالی که اینجا همش اس. خب حالا اینجا چی؟ I like her voice. من دوست دارم صداشو. من صداشو دوست دارم. من از صداش خوشم میاد. ترجمهش اینجوری میشه. I یعنی من like دوست دارم خوشم میاد. Her voice صدای او، صدایش، صدای مری دیگه، درسته؟ چون مری دختره شده her voice. نه این بگیم my voice his voice، بعد بگیم her voice. چرا؟ چون مری یه نفره و دختره. her voice صدایش. Mary plays piano. مری پیانو می نوازه. She has a piano. او یه پیانو داره. Her piano is beautiful. پیانوی او زیباست. She loves her piano. اون پیانوشو دوست داره. I like when she plays. من خوشم میاد وقتی او می نوازه. I like her voice. من صداشو دوست دارم. از صداش خوشم میاد. خب حالا بریم که اینو به صورت ریدینگ پشت هم بخونیم. بچه به این ریدینگ نگاه کنید. ببینید شما الان با چند تا ویدیو ساده الفبا میتونید چند خط رو به انگلیسی بخونید، بفهمید و شبیه اون رو تکرار کنید و خودتون از خودتون در بیارید، چیزی بنویسید. یکی از چیزایی که همینجا بهتون بگم و تو ویدیوهای بعدی کامل در موردش توضیح میدم اینه که این ویدیوها خیلی زنجیروارن و هر ویدیویی که تولید میشه به ویدیوهای قبلی وابسته است. یعنی خیلی مهمه شما ویدیوهای قبلی رو یاد گرفته باشین، لغتاش رو حفظ کرده باشین که توی ویدیو جدید براتون خیلی سخت نباشه. و همه این ویدیوها زنجیرواره. وقتی من بهتون میگم فلان ویدیو رو ببینین، اینو میبینین کمکتون میکنه، حتما این کار بکنین. حتی اگه اون ویدیویی که میگم این خورده براتون سنگینه، اشکالی نداره، فقط یه نگاه کلی هم شده حتما بهش بندازید، کمکتون میکنه. خب به این ریدینگ 4 خطی نگاه کنید. من براتون چیزا رو، فعلها رو جدا کردم، قرمز کردم. این به این معنی که دفعه بعد که شما میایید سراغ این ویدیو و میخواین ازش استفاده کنید، از این فعلها استفاده کنید و جملات خودتون رو بسازید و مرور کنید. این فعلها مشخص شده است و شما سریع اونا رو از توی متن پیدا میکنید. مثلا میتونید یک دونه از این فعلها رو بردارید و جمله خودتون رو باهاش بسازید به جای اینکه جمله مری رو بسازید. فاعلش شما باشین. I، من، we، ما، اینجوری. خب حالا بریم. This is a girl. این هست یک دختر. Her name نام او دختر is Mary. هست Mary. نقطه. ببین حروف بزرگ شروع میشه، نقطه تمام میشه. این جمله کامله. حروف بزرگ شروع میشه، نقطه تمام میشه.
She is 30 years old. او 30 سالش هست. 30 سال. 30 years old میشه 30 سال. She is 30 years old. او 30 سالش هست. She studies English. او میخواند انگلیسی. او انگلیسی میخواند. She likes to speak English. شاید اینجا به خودتون بگین که خب اینجا که فاعل شی بود like اس گرفتش آخرش، چرا speak اس نگرفت؟ ببینین بچه ها، این speak درسته که فعل هستش اما با تو شکل مصدری به خودش میگیره و دیگه بر نمیگرده به شی، بر نمیگرده به فاعل و مری. فقط like هستش که فعلیه که به مری برمیگرده. اینجا to speak یعنی صحبت کردن. نمیگیم صحبت میکند. معنیش فرق داره. این دوتا رو با هم یه وقت قاطی نکنید بچه‌ها. to وقتی که اومد بعدش اگه فعلی باشه اصلا اس نمیگیره. هیچ تغییر نمیکنه. همون شکل ساده اصلی خودشو بعد از تو فعل حفظ میکنه. این یه گرامر پیشرفته است که این وسطا شما دارین یاد میگیرین. این رمز ریدینگ های ساده و آروم آرومه. وسطش خیلی گرامر یاد میگیرین. ببینین پس وقتی که فعل بعد از کلمه تو بیاد معنی مصدری به خودش میگیره و به هیچ وجه تکرار میکنم، به هیچ وجه شکل فعل تغییر نمیکنه. همون جوری که شکل اصلی فعل هست همون جوری نوشته میشه. speak همون speak، دیگه spoke، spoken، speaking هیچ کدوم اینا نمیشه. خب حتی speaks هیچ کدوم نمیشه. to speaks غلطه. پس she likes to speak English. او دوست داره صحبت کردن انگلیسی رو. صحبت کردن to speak English. She speaks. اینجا ببین speaks اس گرفتش. خب اما من یه بار آوردم دوباره تکرار نکردم. این اس در واقع همون اس مفرد غائب هست که برای مری یا همون شی اومده. ولی اینجا نیومده چون مصدر بوده، ربطی به فعل نداشته. She speaks English very well. او صحبت میکند انگلیسی را خیلی خوب. Mary plays. البته بعضی جا سه خونده میشه، بعضی وقتا تلفظش میشه ز. اینجا میشه plays. Mary plays piano. نمیگیم plays piano. plays غلطه. Mary plays piano. Mary پیانو می نوازد. Mary می نوازد پیانو. ترجمهش Mary پیانو می نوازد. نقطه. She has a piano. او دارد. has میشه چی؟ دارد. هرچی که معنیش دارد بشه میشه has. بقیه همه داشتنا دارم، دارید، دارند همهشون میشه have. خب پس has فقط برای دارد میاد. She has a piano. او دارد یک پیانو. یه پیانو داره باشه. داره دیگه. Her piano is beautiful. Her piano. Her اینجا چی بود بچه‌ها؟ الان که رنگ نداره شما بگید. دقیقا صفت ملکی بود. پیانو رو چیکار میکرد؟ ربط میداد به مری. پیانو رو میگفت مال مریه. پیانوی مری is beautiful. هست زیبا. Beautiful زیبا. آخر ویدیو لغت ها رو با هم مرور می‌کنم. خب بعدی. She loves her piano. او دوست دارد پیانویش را رو اینجا ما خودمون ترجمه میکنیم چون که تو زبان انگلیسی را نداریم. کلمه‌ای که معنیش را بده. تو مفعول ما خودمون تو ترجمه را میذاریم. She loves her piano. او دوست دارد پیانویش را. درسته؟ نقطه. love دوباره اینجا بچه ها یادتون نره. دوباره تکرار میکنم. این اس چیه؟ اسیه که چون اینجا شی داشتیم مفرد غایب بوده اس بردیم. اگه آی بود میشد I love her piano. من پیانوی او را دوست دارم. ولی گفتیم شی پس میشه she loves her piano. نقطه.
I like ببین اینجا like یا likes اینجا she likes بود اینجا I like when she plays من خوشم میاد وقتی when میشه وقتی که she plays او plays می نوازد I like her voice من دوست دارم صدایش با اینجا راه نداریم چون تو ترجمه فارسی میذاریم من خوشم میاد از صداش یا دوست دارم صدایش را I like her voice her چی بود؟ صفت ملکی voice رو نسبت میداد به مری یا she میشه her voice چون دختر دیگه میشه her. خب اینجا ریدینگ ما تمام شده ریدینگ کوتاه ما ولی یه خورده پیشرفته تر از قبل بوده در واقع زود داریم جلو میریم و این خیلی خوبه به نظر من. بچه من یه بار دیگه از رو متن میخونم این دفعه ترجمهش نمی کنم آروم آروم میخونم شما خودتون گوش کنید و ببینید که چند درصدشو متوجه میشید هر چقدر که متوجه شدین میتونین برام تو کامنت بذارین که چجوری بوده با این همه تکراری که از اول فیلم کردیم شده که بدون ترجمه چیزی رو متوجه بشین اگه هست برام بنویسین تو کامنت لطفاً تا من بدونم مرسی. This is a girl. Her name is Mary. She is 30 years old. She studies English. She likes to speak English. She speaks English very well. Mary plays piano. She has a piano. Her piano is beautiful. She loves her piano. I like when she plays. I like her voice. خب امیدوارم که قسمت بیشترش رو متوجه شده باشین. حالا میریم لغت‌ها رو یه دور با هم مرور می‌کنیم لغت‌های جدیدو که هم حفظ بشین هم بر دفعه بعد آماده بشین چون اینا تو ریدینگ‌های بعدی هم میاد. خب این سری دوم لغت‌ها یعنی 20 تا لغت دفعه قبل یاد گرفتین. خب حالا قراره 20 تا دیگه هم یاد بگیریم میشه 40 تا لغت جدید. خیلیه نه؟ بهتون تبریک میگم. خب بریم ببینیم اولین لغت چی؟ اولین لغت this معنی این ضمیر اشاره است این همین یکی میتونه برای هم انسان هم بقیه موجودات و اشیا بیاد this بعدی girl میشه دختر دختر she دیگه میدونین دیگه اون دختر یا این دختر آن دختر همش میشه چی؟ she ضمیره به جای یک اسم دختر رو نمیاد. her میشه چی؟ مال اون دختر. البته تو ترجمه نمیشه مال اون دختر ولی معنیش مال اون دختر. مثلا میگیم her book کتاب اون دختر. her piano پیانوی اون دختر. درسته؟ خب to بچه یه حرف اضافه حرف ربطه در واقع معنی‌های مختلف داره ولی اینجا یکی از معنیاش به هست میتونین حفظش کنیم مثلا اینکه I go to bed من میرم به تخت نمیتونم اینجوری بهتون بگم ولی توی ریدینگ توی متن بهتر یاد میگیرید تو فارسی ما بهش میگیم که تو به معنی به هست به این شکل بهتر که خیلی درگیر ترجمهش نشیم. کلمه بعدی very یعنی خیلی وقتی یه چیزی رو میخوایم بگیم که خیلیه اولش very میذاریم مثلا میگه very much خیلی زیاد very well خیلی خوب درسته very beautiful خیلی زیبا very hard خیلی سخت به این شکل اولش هر چی رو میخوایم خیلی بگیم اولش very میتونیم اضافه کنیم
well یعنی خوب، به معنی به خوبی هم هست، ولی خب اینجا تو این ریدینگ خوب درسته. مثلا میگم he plays well یعنی او به خوبی مینوازد. مثلا وقتی میگیم he plays very well یعنی او به خوبی مینوازد، اینجا معنیش به خوبی میشه. بعدی پیانو، ساز پیانو دیگه هم میدونیم. بعدی beautiful زیبا، beautiful زیبا، قشنگ، خوشگل، همش میشه beautiful. I به جای من، یعنی کلمه یه که وقتی میخوایم بگیم من میگیم I، ضمیر فاعلی من. بعدی voice میشه صدا، مثلا صدای من، صدای تو، صدایی که از گلوی ما در میاد میشه چی؟ voice. صدایی که از ضبط صوت در میاد میشه voice. درسته؟ خب بعدی when، در اینجا میشه توی این ریدینگ ما میشه وقتی که، ولی ممکن جای دیگه معنی دیگه هم بده که با هم یاد میگیریم. یواش وقتی که، when وقتی که. name میشه چی؟ نام، اسم، نام، name میشه نام، اسم. بعدی 30 عدد 30. توی درس‌های قبلی عدد 20 رو یاد گرفتیم، توی این درس عدد 30، تو درس‌های بعد 40 50 و به ترتیب همه عددا رو تو درس‌ها یاد میگیریم. ببینیم ما چقدر ظریف تو ریدینگامون همه چی رو یاد میگیریم، آروم 30 عدد 30. study، این آبیا بچه‌ها فعلا مشخص کردم که یادتون باشه. study درس خوندن. یادتونه من گفتم study اصلش اینجوری نوشته میشه، اونجا studies IES تبدیل شده بود به چی؟ فعل سوم شخص مفرد. اینم یه کوچولو پرانتز باز کنم وسط لغت‌ها. فعلای انگلیسی 2 مدل تبدیل میشن، یه سری با قاعده، یه سری بی قاعده. بعدن یاد میگیریم. study میشه studies. خب بعدی like دوست داشتن، برای مفرد غایب میشه likes، اما در حالت ساده میشه like دوست داشتن. speak صحبت کردن. play نواختن، بازی کردن، هر دو تاش میشه هم نواختن هم بازی کردن. have و has معنی داشتن، همونطور که گفتم has برای مفرد غایب و برای همه بقیه have. پس بقیه فاعلا به جز مفرد غایب میشن have، یعنی در واقع همه میشن have به جز مفرد غایب که میشه has. خب بعدی love دوست داشتن، عشق ورزیدن، دوست داشتن، هر دو تاش میشه. مثلا I love you من عاشق تو هستم، میتونه معنی دوست داشتنم بده. مثلا I love my piano من پیانوی خودم خیلی دوست دارم، عاشق پیانوی خودم هستم. هر دوش میشه. خب بچه امیدوارم تا اینجا درس رو کامل یاد گرفته باشین. یادتون نره اگر نظری، عقیده، چیزی دارین حتما کامنت کنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید. من با توجه به ریاکشن های شما، عکس العمل های شما متوجه میشم که داریم کارمون رو درست انجام میدیم یا نه. پس یادتون نره حتما ما رو در جریان نظرات و پیشنهاداتتون بذارین. و یه چیز دیگه این که خیلی مهمه این ویدیوها رو به ترتیب تماشا کنید و تکرار کنید، چون طبقه بندی شده طراحی شدن این ویدیوها. من نقشه‌های خیلی خوبی براتون دارم، امیدوارم که پیگیر باشید و دنبال بکنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.